نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتون در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما هستیم با سوره دیگر از کلام الله مجید و ترجمه معانی آیات این سوره مبارکه. سوره مبارکه الانفطار 82مین سوره کلام الله مجید در ترتیب مصحف که در مکه مکرمه هم نازل شده است. سوره مبارکه انفطار درباره قیامت و اتفاقهای قیامت صحبت می‌فرماید و الله متعال ما رو بیم میده در این سوره به مانند سوره قبلی آن، سوره مبارکه تکویر که درباره قیامت بود و تلنگری است برای آماده شدن به سوی آن روز عظیم. در این سوره مبارکه می‌خوانیم که الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت. آن لحظه‌ای که آسمان ها منفجر گردند و از هم شکافته گردند، بشکافند. الانفطار از این کلمه انفطارت گرفته شده. انفطار یعنی شکستن، منفجر شدن و از هم پاشیده شدن. اذا السماء انفطرت، وقتی که آسمان شق شود و منفجر گردد و شکافته گردد. و اذا الکواکب انتثرت، آن لحظه ای که ستارگان منتشر شوند، پخش و پلا شوند، یعنی اینکه اون نظمی که الان در بین ستارگان هست، نیروی جاذبه‌ای که در بین ستارگان هست، با اون قدرت عظیمی که این نیرو رو به وجود آورده، تغییر خواهد کرد. قوانین الهی و قدرت الله متعال قوانین جدیدی رو ایجاد خواهد کرد و این نظم به هم خواهد خورد و همه چیز به یک باره منفجر خواهد شد و در هم خواهد ریخت. آن لحظه‌ای که ستارگان آسمان منتشر و پخش و پلا گردند. و اذا البحار فجرت، آن لحظه‌ای که دریاها با هم آمیخته گردند و منفجر شوند. دریاها منفجر می‌گردند و این اتفاقات در مرحله اول قیامت اتفاق میفته که این سمت قیامت هست، یعنی چهره‌ای که ما مشاهده می‌کنیم ما در دنیا، این اتفاقها برای اونها خواهد افتاد. برای تمام آن آسمانی که ما شاهدیم، برای دریاهایی که ما شاهد هستیم، سرانجام این دریاها و این آسمان و این ستارگان و سیاراتی که ما می‌بینیم این گونه خواهد بود که همه از بین خواهد رفت و هیچ کدوم از اینها باقی نخواهند ماند. بعد از اون اینها در سور اول هست. وقتی که دو سور دمیده میشه برای قیامت، سور اول فروپاشی و به هم ریختگی دنیا رو داره، یک صدای عظیم در کل کائنات که سبب به هم ریختن همه چیز میشه و این اتفاقات به پی آن صورت میپذیره و بعد از این که همه چی از بین رفت، الله متعال تمام موجودات رو، جان آنها رو گرفت، حتی ملائکه الهی رو، و ذات الهی تنها میماند. میفرماید لمن الملک الیوم، امروز پادشاهی از آن کیست و هیچ کسی نیست که پاسخ گوید. و خود ذات الهی میفرماید لله الواحد القهار، خود الله با عظمت میفرماید فقط از آن من الله با عظمت هست. امروز مالکیت آسمان ها و زمین و پادشاه فقط منم
بعد از آن حضرت اسرافیل رو دوباره زنده می‌فرماید و سور دوم که به دست اسرافیل علیه السلام دمیده می شود، یک صدای عظیم دیگر سبب می شود تا دوباره انسان‌ها، موجودات زنده بشوند، آنهایی که حساب و کتابی دارند. و اذا القبور بعثرت، آن لحظه‌ای که قبرها اون موقع منقلب شود و قبرها واژگون گردد و از بین اونها جنازه ها و جسدها خارج میشه، قبرها شکافته میشه، برعکس میشه و خارج میشه از بین اون قبرها، جنازه ها. اینجا اشاره به دوباره زنده شدن انسان ها دارد که انسان ها چگونه از قبرها خارج میشن و به سمت الله متعال حرکت میکنن. چه انسان هایی که در قبر بودن، به صورت عموم انسان ها قبر میشن، مسیحیان، یهودیان و مسلمانان و کسانی هم که قبر نمیشوند. بالاخره الله متعال تمام ذره ذره وجود اونها رو از هر جایی که باشند جمع خواهد کرد، ولو اینکه اونها خاکستر شده باشند، در آتش سوخته باشند و خاکستر باد اونها رو برده باشه، در دریاها و خشکیها پخش و پلا کرده باشه. الله متعال همه ذره ذره وجود اونها رو جمع خواهد کرد و دوباره روح با جسم منتقل خواهد شد و دوباره روح و جسم با هم و اذا النفوس زوجت یکی خواهند شد و به پیشگاه الله متعال حاضر خواهند گشت. آن لحظه علمت نفس ما قدمت و اخرت، هر نفسی به خوبی خواهد دانست که چه پیش فرستاده برای خود و چه بعد از خود باقی گذاشته بود. آنچه که پیش فرستاده برای خود اون چیزی است که قبل از اینکه خودش بمیره انجام داده در دنیا و قبل از مرگ انجام داده، از عبادت‌ها، از صدقات، از خوبی‌ها و بدی‌هایی که برای خود نوشته است. و اخرت، آنچه که بعد از مرگ خودش رفته، بعد از مرگش دنبال او آمده، همچنان پرونده اعمالش باز بوده، چه کارهای خوب و ثواب‌هایی که باقی گذاشته بوده، صدقه جاریه‌ای، فرزند صالحی که برای او دعا می‌کرده، یا مصحفی در مسجدی گذاشته بوده مردم می‌خواندن، بیمارستان خیریه‌ای یا پل خیریه‌ای یا درمانگاه خیریه‌ای یا کتابخانه خیریه‌ای یا بنای مسجدی و بسیاری از این کارهای خیری که انجام داده. بعد از او باقی مانده است، علمی رو منتشر کرده، یک صدقه جاریه‌ای رو پشت سر خود گذاشته که تا وقتی اون عبادت انجام می شده ثواب به این میرسه. و یا برعکس اون گناهی رو، سیئه جاریه‌ای برای خودش گذاشته بوده، گناهی رو مرکز فسادی داشته، مرکز فسق و فجوری داشته و یا ظالمانی رو تربیت کرده، آدمکش‌هایی رو تربیت کرده بوده که مسیر او رو ادامه میدن بعد از مرگش و این گناهانش اضافه میشه. علمت نفس ما قدمت و اخرت، هر نفسی میداند چه پیش فرستاده خودش قبل از مرگش و چه بعد از مرگ برای او دوباره فرستاده شده است و به حساب او نوشته شده. یا ایها الانسان، ای انسان، همه بشریت رو الله متعال خطاب می‌فرماید. ما غرک بربک الکریم، چه چیزی تو رو مغرور کرده در برابر خالقی که بسیار با کرامت وقتی گناه میکنی تو رو مؤاخذه نمیکنه؟ چه چیزی در برابر این الله کریم بخشنده تو رو مغرور کرده؟ چی مغرور شده؟ ای انسان، چی تو رو مغرور کرده؟ به چی خودت مینازی؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اون کسی که تو رو خلق کرده و تو رو استوار ساخته و شکل داده به بهترین وجه ممکن، فی ای صورت ما شاء رکبک، و هر شکلی که خودش خواسته تو رو ترکیب کرده به بهترین وجه ممکن. توی انسان چی شده که حالا مغرور شدی؟ ای انسان، این خطاب به منه و تو، به هر انسانی که دور بر من تو است. تو یک خالقی داری. توی انسان قبل از تولدت، 2 سال قبل از تولدت رو در نظر بگیر. چند سال سن داری؟ 2 سال اضافه کن بهش. کجا بودی اون موقع؟ شما که 40 سالی، 42 سال پیش کجا بودی؟ شما 30 ساله، 32 سال پیش کجا بودی؟ شما که 50 و 60 داری، 52 سال و 62 سال پیش کجا بودی؟ نبودیم. اصلا وجود نداشتی. من الله با عظمت تو رو خلق کردم از یک نطفه‌ای متعفن، بدبو، بعدش شکلت دادم، بعد بچه‌ای شدی، بعد جنین بودی در شکم مادر، به دنیا آمدی، طفلی بودی، نمیتونستی خودتو تر خشک بکنی، پدر و مادری برات گذاشتم، خانواده و دوستان و آشنایانی بودن، بزرگت کردن، راه نمیتونستی بری، راه رفتی، شکلت دادم،
سخن گفتن یاد گرفتی، شنیدی، زبان یاد گرفتی، راه رفتی، عقل و درک و شعور بهت دادم، بزرگ شدی، قشنگ شدی، خوشگل شدی. الان این جمالت تو رو مغرور کرده که من بهت دادم. اون مالی که نداشتی من بهت دادم مغرورت کرده. اون کمالی که نداشتی من الله تعالی بهت دادم تو رو مغرور کرده. اون قدرتی که نداشتی من الله تعالی بهت دادم مغرورت کرده. به چی خودت مینازی؟ که وقتی صحبت از الله تعالی میشه میگی اینو همش کشکه، میگی اینو همش دروغه، میگی امروز گفته میشه نماز بخون، چرا نماز نمیخونی؟ چرا نمیخونی؟ به چی مینازی؟ چرا وقتی به تو گفته میشه روزه بگیر نمیگیری؟ چرا وقتی بهت گفته میشه که قیامت حساب کتابی هست این رو فراموش میکنی؟ چرا در راه دین قرار نمیگیره؟ چرا نمیپذیری که حساب کتاب دیگری داری؟ تو که یک بار خلق شدی نبودی، تو رو الله تعالی خلق کرد. آیا امکان نداره که دوباره تو رو خلق بکنه؟ آیا این سخته براش؟ چی تو رو مغرور کرده؟ به چی مغرور شدی؟ چرا در برابر الله متعال بنده خوبی نیستی؟ چرا متکبری؟ چرا گناه رو ترک نمی‌کنی؟ چی تو رو مغرور کرده؟ من غرک بربک الکریم. به چی خودت مینازی؟ به مالت که به شبی بنده، به جمالت که به تبی بنده. به چی مینازی؟ به قدرتت که با یک شب از بین میره. یک لحظه میمیری و میری. چرا نگاه نمی‌کنی که چی بودی، چه هستی و چه خواهی بود؟ نطفه بدبو بودی، الان یک دستشویی سیار چیزی در شکم حمل می‌کنی که گوشی پنهانش می‌کنی، بعداً از بوش خودت اذیت میشی و بعدش هم که وقتی میمیری بوی تعفنت رو کسی نمیتونه تحمل بکن. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. به چی مینازی؟ به جمالت که خدا بهت داده، به مالی که خدا بهت داده، به علمی که خدا بهت داده. حالا اون مال شده سبب غرورت، اون زیبایی و قشنگی و خوشگلی تو شده سبب گمراه شدنت. مگر الله تعالی بخواد نمیتونه ازت بگیره همه اینا رو؟ به چی مینازی؟ چی تو رو در برابر الله تعالی انقدر جری کرده که حاضر نیستی که دیندار باشی، حاضر نیستی که در راه دین حرکت بکنی، حاضر نیستی که پایبند باشی و ملتزم باشی به دینت، حاضر نیستی دین رو قبول بکنی؟ چی مغرورت کرده؟ الله تعالی اگه تو رو بخواد تو رو از بین ببره نمیتونه. چی به تو جرأت داده؟ بگو چی تو رو جرأت داده در برابر الله متعال؟ به چی مینازی؟ به چی دلخوشی؟ اون اللهی که به تو مهلت میده، چون مهلت میده فکر میکنی که نمیتونه تو رو بگیره. به کرم الله متعال، به لطف الله متعال مغروری. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. تو رو خلق کرد، آفرینش رو به بهترین وجه ممکن برات انجام داد، زیباترین وجه شکل رو برای تو آورد. فی ای صورت ما شاء رکبک. و شکل‌های مختلف، مدل‌های مختلف از انسان‌ها رو به وجود آورد، صورت‌های مختلف. کلا، اینطوری نیست. مشکل اینه که تو بل تکذبون بالدین. اینطور نیست که شما فکر میکنید، شما تکذیب میکنید روز حساب کتاب رو. این مغرور بودنت، غرورت به خاطر اینکه تو به قیامت پایبند نیستی، یا ایمان ضعیف به باب روز قیامت. حساب کتاب رو فراموش کردیم، روز حساب کتاب رو فراموش کردیم. و ان علیکم لحافظین. آیا نمیدونی که فراموش کردی که بر تو نگهبانانی گماشته الله متعال، کراما کاتبین، که بسیار با کرامت هستند و می نویسند. گرامی، دو ملکی به اسم کرام الکاتبین که یکی سمت راست و یکی سمت چپ ما همیشه همراه ما هستند، می نویسند اعمال خیر و شر ما رو، یکی خیر و یکی شر، همیشه همراه ما هست. انسان‌هایی با کرامت، موجوداتی با کرامت، ملائکه‌ای با کرامت، کرام کاتبین که می نویسند، ثبت میکنن تمام اعمال هر انسانی رو. هر انسانی دو ملک به همراه او هستند، دو ملک همراه او همیشه هستند، ملائکه‌ای با کرامت. و بسیاری از اولیای خدا گفتند در محضر ملائکه الله متعال که با کرامت هستند و با حیا گناه نکنید. یعلمون ما تفعلون. آنها میدانند آنچه شما انجام میدهید رو ثبت و ضبط میکنند. اینها همه آنچه که ما فراموش کردیم رو هم نوشتن. هیچ چیزی از قلم نیفتاده، همیشه همراه ما هستن. هیچ وقت تنها نیستیم. هیچ انسانی در زندگی تنها نیست. ملائکه‌ای که ببینید چقدر این انسان کرامت داره که الله متعال دو ملک پاک بیگناه رو وظیفه داده تا برای این خدمت بکنن.
همراه او باشن اگر قدرش رو بدونه این انسان. کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، میدانن آنچه را که شما انجام میدهید. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. الله متعال میفهمد که ملائکه‌ای که پیش رو و پشت سر او هستن به امر الله متعال او رو محافظت میکنن، غیر از کرام الکاتبین. ملائکه‌ای که همیشه با انسان هستن. عالمی از وجود ملائکه حول ماست که ما اونها رو نمیبینیم اما اونها ما رو میبینن. چی تو رو مغرور کرده ای انسان؟ چرا مغروری؟ که این به خودت بیا فکر بکن. عالم دور بر خودت رو با یک دیدی آگاه و واضح و آشکار در سایه تعلیمات دینی و در روشنی آیات قرآن کریم ببین. و این علیکم لحافظین کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. ملائکه با شما هستن بسیار مکرم گرامی که می نویسن آنچه انجام می دهید و می دانند که آنچه انجام داده اید رو. ان الابرار لفی نعیم. انسان هایی که نیکوکارند، بنده های خوبی برای الله متعال هستند، در نعمت خواهند بود روز قیامت، در آسایش و آرامش و فراخی نعمت. و ان الفجار لفی جحیم. انسان هایی که فسق و فجور میکنن، از حد میگذرن، گناه میکنن، معصیت میکنن، خط سرخا رو نگه نمیدارن، در دوزخ خواهند بود. یصلونها یوم الدین. روز قیامت به دوزخ در خواهند آمد. و ما هم عنها بغائبین. و دوزخ هیچ وقت از اینها غایب نخواهد بود و دور نخواهد بود. اینها هیچ وقت از دوزخ دور نمیشن، یعنی اینا همیشه در دوزخ خواهند ماند، هرگز از دوزخ خارج نمیشن. کسانی که کافرن تا ابد در دوزخ خواهند ماند و اونها گفته می شود فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. بچشید که امروز به شما جز عذاب فراوان چیز دیگری نخواهد رسید و هر روز اونها بدتر از روز قبل است و هر روز عذاب بیشتری دارن نسبت به روز قبل. و ندا میدن یا مالکو لیقضی علینا ربک. ای نگهبان دوزخ، به خدای خود بگو که ما رو از بین ببره. اما گفته میشه که انکم ماکثون. شما همینجا هستید، جایی برای فرار ندارید، اونجا خواهند موند و هر روز عذاب میبینن. الله متعال ما شما رو نجات بده از این عذاب. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین. ظالمان روز قیامت به دوزخ در خواهند آمد و ما هم عنها بغائبین. و دوزخ هرگز از اونها فاصله نخواهد گرفت و اونها رو ترک نخواهد کرد و اینها از دوزخ خارج نخواهند شد. و ما ادراک ما یوم الدین. و تو چه میدانی که چه روزی است آن روز؟ روز حساب و کتاب. روز حساب و کتاب. ثم ما ادراک ما یوم الدین. باز هم تو چه میدانی که چه روز سختی است؟ اون روزی که 50,000 سال طول خواهد کشید. کان مقداره 50,000 سنه. 50,000 سال حساب و کتاب. اون روزی که انسان از پدر، مادر، خواهر و برادر و همسر و فرزند خودش میگریزد. اون روز سختی است. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. اون روزی که هیچ کسی مالک هیچ شیئی برای کسی دیگری نخواهد بود. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. اون روز هیچ نفسی نمیتونه به درد نفس دیگری بخوره. دل خوش نکن به عبادت دیگران، به جایگاه دیگران به پیش الله متعال، به فلان نبی و فلان ولی و فلان امام. خودتی و اعمال خودت، خودتی و اعمال خودت. کسی نمیتونه به دردت بخوره اون روز. به فکر خودت باش. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. بترسید از اون روزی که نه شفاعتی قبول می شود و نه در مقابل آزاد کردن فدیه‌ای پذیرفته می شود و نه اون روز کسی می تونه کمک بکنه و نه پارتی بازی خواهد بود. هیچ کسی به درد کسی دیگری نمی خوره. والامر یومئذ لله. اون روز دستور فقط از آن الله متعال است. فقط الله متعال است که حکم می کند. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون.
آن روزی که جبرائیل امین علیه السلام و دیگر ملائکه هم در صف ایستادند، لا یتکلمون، هرگز حرف نمیزنند، اصلا اجازه صحبت کردن ندارن. الا من اذن له الرحمن، مگر اینکه الله رحمان الرحیم به او اجازه بدهد که سخن بگه و صحبت بکنه. والامر یومئذ لله، اون روز فقط الله متعال است که هر که با الله متعال رابطه داشته باشه به نفعش خواهد بود و هر کسی که با الله متعال بیگانه باشه الله متعال او را عذاب خواهد کرد. بسپر خودت رو به الله متعال، بپذیر تقدیر الله متعال رو، رابطه خود رو با الله متعال خوب بکن، در قلب خودت با الله متعال ارتباط داشته باش، عبادت کن الله متعال رو، نزدیک کن خودت رو با عبادت به الله متعال. این تنها راه نجات است. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، اون روز هیچ کسی به درد شما نخواهد خورد، هیچ رابطه‌ای به درد نمیخوره. اگر رابطه به درد کسی میخورد، نوح علیه السلام میتوانست که برای همسرش و برای فرزندش کاری بکنه. اگر رابطه به درد کسی میخورد، ابراهیم علیه السلام میتوانست برای پدرش آزر کاری بکنه. لوط علیه السلام میتوانست برای همسرش کاری بکنه. رسول الله علیه السلام میتوانست برای عموی خودش ابو طالب کاری بکنه. اما هیچ کدوم از اینها نمیتوانند این انبیای عظیم الهی که برای عزیزانشون که با کفر از دنیا رفتن کاری بکنن. اون توحید، اون عبادت که به درد من و تو میخوره، در این دنیا به درد من و تو میخوره و اینجا باید کسبش بکنیم و اینجا باید انجامش بدیم. دلخوش نکنیم به شفاعت این و اون. بله، اگر شفاعت انبیای الهی، اگر شفاعت اولیای خدا نصیب ما بشه که این یک افتخار است و یک سعادت است، اما آیا این شفاعت نصیب من و تو خواهد شد؟ پیامبر کسی را شفاعتگر است که ره پیغمبر است. اگر شفاعتی هم باشه برای کسانی است که موحد باشند، تلاش کردند، زحمت کشیدند، در راه دعوت رفتند، در راه انبیای الهی، در راه اطاعت الله متعال قدم برداشتند، اون موقع اینها اکرام میشن با نوعی از شفاعت. بیا من و تو کاری بکنیم تا اگر شفاعتی هم در روز قیامت هست، من و تو از اون کسانی باشیم که دیگران رو شفاعت بکنیم. حافظ قرآن شفاعت میکنه وقتی که عمل بکنه به قرآنش. شهید وقتی که خالصانه برای الله متعال شهید بشه شفاعت میکنه. و مواردی از این قبیل. اولیای خدا، اولیای از الله متعال که با عبادت خود به مقامی رسیدن که درجه شفاعت پیدا کردن، ما از اونها باشیم، دیگران رو شفاعت بکنیم. این توفیق نصیب ما بشه، نه اینکه منتظر و چشم داشته شفاعت دیگران باشیم در روز قیامت. هرچند اگر آن افتخار نصیب ما بشه برای ما کافی است، اما این یک احتمال است. اگر نشد چی؟ بیا تلاش کنیم تا خودمون، برای خودمون حداقل بهانه‌ای داشته باشیم که بار الله تلاش کردیم، بیشتر از این نتوانستیم، تا بهانه‌ای برای بخشیده شدن در روز قیامت در نزد الله متعال داشته باشیم. الله متعال همه ما و شما رو موفق و مقید بگرداند در روز قیامت و سرانجام ما و شما رو جنت الفردوس و همنشینی با انبیا، صدیقین و شهدا و صالحین بگرداند. آمین یا رب العالمین. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني